بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين بقيادة خامنئي وأعوانه وأنصاره. اللهم شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که بین ما و گناهانمون چنان فاصله بیندازد که بین شرق و غرب فاصله انداخته است. و از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار و مسرف بر خویش قبل از دیگران، و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن که سخن خداوند باشد زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت خیش سود ببریم.
در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 13 از سوره مبارکه ابراهیم علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. مختصری وقت روی تفسیر میگذرانیم و بنا به حوادثی که در ایران شرک زده رخ میده سعی میکنیم که بیشتر این وقت رو بعد از اون روی کلیپ هاتون سپری کنیم. تلاوت آیه را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. بگفتند کفار بر مرسلین که جویید آیین ما را بدین، پس این بیدینان و بددینان و خرافیان و قبر پرستان و رافضیان زمان بودند که دعوت پیامبر را رفض کرده اند، دعوت توحیدی پیامبران را دست رد بر سینه‌اش زدند. رافضی یعنی رد کننده، و اونها بودند که خامنه‌ای ها و خمینی های زمان بودند که فرعونیت در مقابل پیامبران به خرج می‌دادند و مردم و در مقابل پیامبران، در مقابل رهبران موحدان، در مقابل منادیان توحید از زور، از تیر و تفنگ استفاده می‌کردند و می‌گفتند که یا به آیین و فرهنگ و قوانین ما بازگردید یا اینکه از کشور ما خارج شید. با این تفاوت که خمینی و خامنه‌ای ها که فرعونان زمان هستند، فرعونان قدیم بر اینها شرف داشتند که میگفتند بابا شما برید از کشور ما بیرون. اما خامنه‌ای و خمینی و بقیه رافضیان زمان این حرف سرشون نمیشه. فوری ترور، فوری سم، فوری تصادف. حتی خمینی ملعون میگفت قبل از اینکه قدسزاده و بنی اسد و اینا رو بیاری پیش من تو راه نفلاشون کنید. یعنی تفکر امامت از فرعنت هم 100 برابر درنده تر، خبیث‌تر و وحشی‌تر و مشرک‌تره، چون لباس اسلام بر تن داره. ولذا خداوند این بدترین را از سر ما بردارد. بگفتند کفار بر مرسلین که جویید آیین ما را بدین، وگرنه شما را همه زین دیار برانیم بیرون و سازیم خار. خار کردن شونه که جلوی وطن کنید، همچون که امروز 5-6 میلیون ایرانی جلوی وطنه. کشوری که با نفاق و نیرنگ و دروغ و با بددینی خود بیدینان را خوشنام ساخته است، که ما ناچار شدیم برای تفسیر دینمون از بیدینان، از کشورهای بیدین استفاده کنیم برای اصلاح بددینان. چون این وحی آمد ز یکتا خدا، رسد ظالمان را هلاکت فرا. ای خدایا هلاکتت را بر فرعون زمان، بر خامنه‌ای، بر بشار و اقمار و اعوانش فرود بیار
و ما را از شرشون راحت کن. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. همچون که دیشب قبل از اینکه مشکل فنی پیش بیاد عرض کردم، در هر زمانی سنت خدا بر این رفته که شکوران کم باشند، اندک باشند. و قلیل من عبادی شکور. اهل حق کم باشند، اهل جهالت، اهل باطل، اهل امامت، اهل ولایت، اهل سینه زنی، روزخوانی، شرک، عوام فریبی، مردم فریبی، تقلید، تصوف، عرفان به اصطلاح امروز، تشیع به اصطلاح امروز زیاد باشند. وقتی که اکثریت با اهل باطل باشه، اونا جرأت میکنن، گستاخی میکنن، سفاهت میکنن، به قدرت خود مینازن، تهدید میکنن. ولذا در این زمان هر کسی حقی رو اظهار کنه بهش بد میگن. هر چقدر شما به حق نزدیکتر باشید بیشتر بدگویی میشنوید، تهدید میشید. حتی در میان اهل سنت، عموم اهل سنت عرض میکنم. چطور رژیم پلید رافضی از بعضی از مشهوران اهل سنت به نام اهل سنت، از مقلدان، استفاده کرد در این 43 سال برای زدن و کوبیدن و در به در کردن و کشتن غیر مقلدان، و بعدا هم به سر خودشون بعضا افتاد یا خواهد افتاد. اونهایی که در برنامه های بنده بودن فکر کنم متوجهند که من چه عرض میکنم. با این حال خداوند برای اطمینان خاطر پیامبران و پیروان راستینشون فرموده و ان جندنا لهم الغالبون. همانا سربازان ما غالب هستند. هر چقدر شما به سربازی خدا نزدیکتر باشید نصرتت بیشتر خواهد شد، کمک خدا بیشتر خواهد شد. و جوجه را آخر پاییز میشمرند. مظاهر فریبتون نده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. پس این یک نبرد ازلی است و یک نبرد بین حق و باطل، بین شرک و توحید، بین سنت و بدعت، بین رافضیگری و توحید و شرع، بین حق و بین باطل در یک جمله، ازلی و ابدیه. از روزی که بشر روی این کره خاکی مهمان شده، قدم گذاشته، بعد از مدتی که توحید به شرک مبدل شده، این جنگ ادامه پیدا کرده. اهل کفر، این کافرانی که قرآن بهشون اشاره میکنه، این رافضیان، این قبر پرستان، این بت پرستان، اکثریتن اصحاب قدرتن. امروز استعمار جهانی بهشون قدرت داده. خمینی رو بردن فرانسه، تر خشکش کردن، اومدن آوردنش تو منطقه، افکارشو خونده بودن، منطقه رو با آتش کشوند. تازه فکر هم میکنند که با دنیا می جنگن، جنگ زرگری. این چالی چاپلین های ولایت و کذابان امامت همیشه اینطوری بودن. اینها و همپالکی هاشون مؤمنانو، از جمله سروران مؤمنان که پیامبران الهی باشند، رسول کرام باشند، که مردم را فقط دعوت به عبادت خداوند یکتا میکنند. به اصطلاح امروز وهابیانند، به اصطلاح امروز غیر مقلدانند. اینها رو مخیر میکردند که شما ای پیامبران، شما میگم شما پیامبرید، دو راه بیشتر ندارید، یا برگردید به آداب و رسوم ما، به تاریخ باستانی ما، یا اینکه ما شما رو اخراج میکنیم.
یا از وهابیه گریتون دست بردارید، از غیر مقلد بودنتون دست بردارید، از سابعی بودنتون دست بردارید، از سلفی بودنتون دست بردارید. اتهامی که امروز همین حرفا رو تکرار میکنن. یا اینکه شما را از کشور خود بیرون میکنیم، برین جای دیگه. آیا امروز همین حرفا هست یا نه؟ با همین منطق در زیر سایه امارت اسلامی اهل سنت و جماعت، اهل توحید ذبح میشن یا نمیشن؟ در ایران شرک زده که به جا خودش. لیکن خداوند چه میفرماید؟ فاوحى الیهم ربهم لنهلكن الظالمین. خداوند به رسولانش وحی میفرماید که ما ظالمان رو هلاک میکنیم. برای که در این جهان، در این کائنات، هیچ کسی جز الله متعال که خالق این کائنات کاری نیست. هیچ کسی دیگری، نه امامی، نه پیری، نه پاتاری، نه قلندری، نه غوثی، نه قطبی که بتایی که درست کردن به نام غوث. غوث خداوند دست و بس، فریاد رس خداوند دست و بس. کسی که فریاد رس باشه، غوث باشه، خودش دستشویی نمیره، خودش نمیره شکمشو خالی کنه، خودش زیر خاک دفن نمیشه. بیا همین مسائل ساده رو به صوفی مقلد و به شیعه آدمخوار مقلد آخوند عرض میکنم. بیا اینو بفهمان که آقا خود امام دستشویی میرفت، خود پیر و پاتال و قلندر دستشویی میرفت. یعنی چی؟ یعنی ضعیف بود، همینی که خورده اگه بیرون نمیداد میمرد. این میخواد فریاد تو برسه؟ فریاد خودش نمیرسید. در این کائنات هیچ کسی جز خداوند کاری نیست. بزرگی بزرگان به جا خودش، لیکن بزرگیشون در بندگی و بردگی خداونده. نه اینکه بزرگانو به جای خداوند بنشونیم. و الا چه فرقی بین لات و منات و عزا پرستی و بین امام پرستی و حسین پرستی و علی پرستی و جیلانی پرستی و بقیه پیر و پاتال پرستی هاست؟ هیچ. ولذا خداوند سبحانه و تعالی می فرماید والعاقبت للمتقین. سرانجام با اهل تقواست، نه با اهل تقیه، نه با اهل فریب، نه با اهل مکر. و اگر خدا با توست کیست که با تو نیست؟ اما اگر خداوند بر علیهته کی میتونه با تو باشه؟ ولذا عرض شد که اگه میخواهید قوی ترین فرد باشید، میخواهید نیرومندترین فرد باشید، میخواهید پهلوان دوران باشید، تنها و تنها توکلت بر خداوند باشه، برای که ابرقدرت این هستی خداوند است و بس. ولذا من شما میفرماییم حسبنا الله و نعم الوکیل. خداوند برای ما کافیه و بهترین کفایت کننده. وای به حال اون مشرکانی باد که این آیه رو میخونن در نماز و بعد از نماز میگن یا محمد یا علی اکفیانی، ای محمد و ای علی کفایتم کنید. چرا دروغ میگی؟ تو نماز میگی خدا تو کفایت من کن، تو بر من کافی هستید، خارج از نماز شرک میورزی. اگه بخواهید پهلوان دوران باشید، توکلت، اعتمادت، اطمینانت فقط و فقط و ارتباطت فقط و فقط با خداوند باشه. بلکه خداوند که میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا، علاوه بر آخرت ما نصرت میدهیم، پیروزی میدهیم، کمک میکنیم. کی رو؟ قاصدانمان را، رسولانمان را، نگفت امامانمان را. امامت کسبیه، امامت آسمانی نیست. هرچی بهتون گفتن دروغ گفتن، دجالگری کردن. نه علی نه اهل بیت علی، هیچ کدامشان این امامت دروغین را که بانده های
سربلند کرده از کنیست و کلیسا و آتشکده به نام تشیع از او براش ساختند هرگز چون ادعایی نکردند. بلکه علی علیه السلام خیلی راحت میگه که من بالاتر از اشتباه نیستم و اولین لگد کننده چون این امامتی خود علی بوده. لیکن رسولان را خداوند وعده داده که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ما در زندگی دنیا قاصدانمون را، رسولانمون را و کسانی که ایمان آوردند، همون ایمانی که رسولان ایمان آوردند، همون ایمانی که رسولان بهش دعوت کردند، اون شهادتین بیشتر نیست. شهادت سوم را دروغگویان اضافه کرده اند، امام تراشان کذاب و دجال اضافه کرده اند و با این اضافه کاری ها، با این بدعت ها هم اسلام را دچار بحران کردند و هم ایران را. وقتی که ملت ایران این مطلب رو به خوبی بفهمه، اون موقع این بلای آسمانی روحانیت دجال مدعی تشیع اثرش برداشته میشه. مادامی که قلبش مالامال از این ایمان فاسد و ادبیات فاسد روحانیت دجال مدعی تشیع، هر رژیمی به روبیا دست در برهمی پاشنه میچرخه. اگر میخواید از کسانی باشید که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از مؤمنان دفاع میکنه، اگر میخواید از کسانی باشید که وکذالک ننجی المؤمنین، ما این چنین مؤمنان رو نجات میدیم، یا از کسانی باشی که خداوند دربارشون میفرماید قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، خداوند شما را از این مصیبت و از هر مصیبتی نجات میده. یعنی نجات دهنده خداوند فقط، نه قبرها، نه پیرها، نه پاتالها، اینا همش بت پرستیه. چه در لباس تصوف باشد، چه در لباس عرفان باشد، چه در لباس تشیع، مرکز و مرداب شرک است باشه، نجات دهنده خداوند است و بس، هم از این مصیبت و هم از همه مصیبت ها. اگر میخوای از اینا باشید، شهادت سوم را بنداز دور، همچنان که علی انداخته دور. همه پیامبران دو شهادت آوردن، مردم را به دو شهادت خواندند، یکی توحید خداوند، یکی رسالت خودشون، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله عیسی رسول الله، لا اله الا الله موسی رسول الله. از آدم تا خاتم هیچ پیغمبری به شهادت نخونده. ولذا پیغمبر تراشان قدیم وقتی که در مقابل قهرمانانی که محمد ابن عبدالله یعنی اصحاب خودش پرورانده بود شکست خوردند، تارمار شدند، شروع کردن پیغمبر تراشی، طرفی نبستند، اومدند امام تراشی رو شروع کردند با فرماندهی شکست خوردگان دولت روم و ساسانی. خلاصش بعداً رافضیگری شد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اینجا یک بدبستان بسیار سطحی دارن میکنن، برای که عقولشون اینطوریه. یا به پیغمبران میگن یا به ملت ما بازگردید، برای دیکتاتور جز قدرت نمیفهمه. خامنه‌ای، خمینی و امثالشون جز زور نمیفهمن. کسی که شمشیر باطل دستشه جز شمشیر چیزی نمیفهمد، منطق سرش نمیشود، او با منطق شمشیر صحبت میکند. به پیغمبران الهی، به برگزیدگان الهی، به کسانی که نور ایمان در دلشون تابیده، به کسانی که به ابرقدرت این هستی تکیه دارن، چطوری بدبستان بسیار بچگانی رو انجام دهید؟ یا به سراغ ما بیایید، به جاهلیت قدیمتون برگردید، به قول اونها البته، یا اینکه از شهر ما خارج شید. اینجا بازگشتن عودت این نیست که اونها بر دینشون بودن، یعنی معنیش اینه که یا بر دین ما بشوید یا
بر طبق شرایع ما بشید، بر طبق قوانینی که ما درست میکنیم، قوانین چنگیز، قوانین فرعون، قوانین خامنه‌ای، قوانین خمینی، هیچ فرقی اینا با اگرچه اسم تشیع یا غیر تشیع داشته باشه، در اسلام قوانین کتاب سنته. او یا اینکه بر قوانین ما بیاید یا از سرزمین ما خارج شید. این یک معناه. معنای دیگه این که دین ستیزان، بی دینان، بد دینان در این توهم بودند که کسانی که پیغمبران ایمان آوردن اینا سابقا بر ملتشون بودن، بر مذهبشون بودن، بر باطل بودن، الان باید بر همون باطل بازگردن، ولذا اونها رو چنین دعوت میکنن. انشاءالله این آیه رو در جلسه دوم دوباره بیشتر توضیح میدیم. بریم سراغ کلیپ هاتون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.